صدای من هست؟ صدا هست؟ خب بار دیگر سلام هم‌دیگران عزیز. من خیلی معذرت میخوام که در اینجا یک بار قطع شد. حالا نمیدونم سبب تکنیکی از کجا بود. من معذرت میخوام از یکایک شما و اینچنین از این برادر با نام، اگر اشتباه نکنم نامش خیام‌الدین بود یا هر کسی بود، صحبت داشت که یک بار قطع شد. مبادا فکر نکنند که من ایشان را قطع کرده باشم. حالا دیگر اگر در خط باشد این برادر صحبتش رو ادامه بدهد، اگر نه من قسم زیادی از سوال‌های ایشان رو نوشتم و از همین نقطه شروع کنیم. حالا مثل که دیگر برادر در خط نیست و منتظر مونیم چند دقیقه که ایشان پیدا شد. یه بدر کشمون خب دوستان اگر ما را مشاهده میکنن میبینن اگر صدا هست، صحبت رفته صدا است، یک اشاره کنم. بله اینجا دوستان می نویسن که صدا هست، نوار هم هست. بار دیگر هم‌دیگران عزیز معذرت میخوام. حالا نمیدونم با چه دلیل باشد که این قطع شد و البته این تکنیک است، مسائل تکنیکی است. حالا متاسفانه بعضا هکرها هم کار میکنن و هر چی شدنش ممکن. من بار دیگر از اون برادر معذرت میخواهم. مبادا فکر نکنم که من قطع نکرده باشم. خود افیر قطع شد و خیلی سوالهای خوبم داد، اگرچه در آخر باز موضوع را بردن به همون سمت انتقاد اپوزیسیا و تعریف حکومت، ولی اینم خوب است تا این حد با ادبانه و یعنی در چارچوب معیارهای فرهنگی سوال گذاشتن و تنقید کردن با دیدگاه من خیلی کاری خوب است. من تقریبا 10 تا نکته از صحبت این برادرمون نوشتم. اینجا گفتن که برادران تاجیک ما در افغانستان تحت فشار است و اینا. ببینید برادری عزیز، بیاید از این شعارها، از این پاپولیسم و از این ملتگرایی و قومگرایی دست بکشیم، یک کمی دور برویم. در افغانستان مشکلی عمومی هست، فقط تاجیک تحت فشار نیست، در اونجا پشتون هم تحت فشار است. همون مشکلاتی که تاجیک‌ها دارد پشتون‌ها هم دارن، پشتون‌ها هم دارن، بعضن پشتون بعضن پشتون میگن، ازبک‌ها هم دارن، هزاره‌ها هم دارن، قوم‌های دیگر هم دارن. و اگر ما واقعا میخواهیم که تاجیکان حداقل مشکلی نداشته باشند با اونها کمک کنیم، بیایم این شعارها را کنار بگذاریم، این دغدغه و واهمه‌ها و هنگام‌ها را کنار بگذاریم و واقعا هم یک کمک عملی کنیم. از یک طرف گویا که دلمون با تاجیکان اون طرف عموم میسوزد ولی مرزها را میبندیم. یگان رهبر جهادی، یگان رهبر سیاسی تاجیک از اون طرف آمو تا به حال به تاجیکستان آمده است، تاجیکستان دعوت نکرده است. خب تا جای من خبر دارم صلاح الدین ربانی در پاکستان، احمد مسعود یا احمد ضیا در پاکستان، عطا محمد نور در ازبکستان، اسماعیل خان در ایران، اگر راست باشد این خبر که مرز ایران افغانستان رو گذشته است همین شب اخیر. خب اگر امرالله صالح در تاجیکستان نباشد من نمیدانم. بعضی خبرها هست که در تاجیکستان است، بعضی هم میگن در پنجشیر است. حالا اگر در تاجیکستان هم باشد به طور آشکار نه پنهانی. پس این همه شعارها، این همه واهمه‌ها درباره اون که دل ما با تاجیکان اون طرف مرز میسوزد چی لازم؟ دل ما باید به افغانستان بسوزد، به همه ملت افغان بسوزد، به تاجیک و به
پشتو و ازبک و هزاره و به همه، اگر واقعا هم میخواهیم که کمک کنیم، مرحمت، چند هزار تاجیکی که در زیر ریسک از خطر هست اینها را بپذیریم، یک مدت مهمانداری کنیم، بعد وضعیت که در افغانستان آرام شد اینها را گسیل کنیم، بگیم برادرات برید به وطنتون. دیگر در اونجا وضعیت آرام شد، طالبان کسی را فشار نمیارن، قتل عام نمیکنن و گسیل کنیم با آبرو. اما اینکه هر روز درباره کدام یک خراسان بزرگ صحبت کنیم، درباره 15 میلیون و درباره آن که ما باید این کار کنیم، از دور شعار پرتافتن، برادر وقتی اون رسیده است که از این شعار پرتابی کمتر فاصله بگیریم. و مسئله دیگر درباره در فرودگاه کابل چی گذشت. برادران عزیز، بله منم نوارها را دیدم که مردم در حتی چرخهای هواپیما چسبیدن، میافتن، زیر چرخ میمونن. یک واقعا یک مصیبت است. اما چرا؟ مگر اونا از ترس طالب گریختن؟ بیاید این تبلیغات رو کنار بگذاریم. حالا من نمیگم که از ترس طالب هیچ کس از افغانستان نگریخته است. بله واقعا اون کارهایی که در گذشته شده و اون سیاستهایی که طالب داشت بسیاری ها را ترسانده است و میترساند. اما چرا مردم از مزار نگریخت؟ چرا مردم از هرات و از قندوز و از قندهار نگریخته ایستاده است؟ چرا باید از کابل بگریزد؟ اینجا یک آوازه شد. خودی دوستان افغانستان زنگ زدن با ما، مسئله را شرح دادن که وقتی که سروزیر کانادا چند روز پیش اعلان کرد که 20,000 شهروند افغانستان را همچون مهاجر میپذیرد بعد این حادثه، و گفتن که امریکا هم آماده است، آلمان هم آماده است که شهروندان افغانستان را همچون مهاجر بپذیرد. کسی آوازه کرد که الان در فرودگاه هواپیماها آماده هستند، از اون طرف سربازای امریکایی را آوردن 5,000، از این طرف میخواهند که مهاجر را برن، هر کسی که توانست و رسید میتواند در هواپیما بشیند و راست به امریکا یا آلمان یا کانادا برود. مردم با این آوازه باور کرد، همه ریختن به فرودگاه. شما اگر به نوارها بینید اونا با مهاجر مانند نیستند، زن و بچه و پیرزن نیست، همه جوان، در دستش فقط یک سومکه ورزشی هست، با همون لباس همون فرصت رو اعلان خواند است و با طرف فرودگاه دوید و او باور کردن که اگر در هواپیما بشینن حتما میتوانند یک جای پیدا کنن و پرواز کنن. این سبب اصلی بود. خودی برادران و دوستان افغان که اتفاقا علیه طالب هم هستند و از حکومت قبلی افغانستان اونا این را به ما گفتند و شرح دادند. اما تبلیغات همیشه کسانی که ضد افغان ها همچون ملت ضد اسلام می نویسند که خواب ببینید مردم یا از ترس فرار کرده ایستاده است و میخوان وضعیت رو بازم از این بیشتر متشنج کنند که خوشبختانه اینطور نیست. خب یک مسئله دیگر رو برداشتید که طالب تروریست بود و خارجی ها کمک میکردن. برادری عزیز، این رو از خود طالب بپرسید که آیا خارجی ها با آنها کمک میکردن یا نه. طالب شهروند افغانستان است، جزئی از افغانستان است، واقعیت افغانستان است. این را قبول کنید برادر خیام‌الدین به همون یا خیام‌الدین به همون تبلیغات دیگر گروه ها داده نشوید که این دست خارجی است. بله دست خارجی همون وقت بود و وقتی که ببینید که در اونجا اختلاف و نزاع است، دایره های خارجی میان دخالت میکنن و استفاده میبرن از این چیز. اما اگر در داخل زمینه وجود نداشته باشد، اگر اشتباه حکومت افغانستان نمی بود، اگر در افغانستان پیشرفت می بود، نه طالب پیدا میشد نه یک کس میتوانست طالب را به این درجه برساند. خب خیلی صحبت های عجیب و خوب هم بود، ولی همزمان عجیب کردید و گفتید که مثلا حکومت اشرف غنی اشتباه کرد، این فلان کارها را کرد، اما بعد گفته که در تاجیکستان همه چیز خوب است، پیشرفت است، 30 سال شد که دولت ما پیشرفت کرده ایستاده است. برادری عزیز، ما هم همین را گفته ایستیم که از افغانستان عبرت بگیریم و این تبلیغات را کنار بگذاریم. طرفداران اشرف غنی هم تا دیروز میگفتند که حکومت ما خوب است، اشرف غنی پرزیدنت خوب است، پیشرفت کرده ایستادیم، در افغانستان همه چی است. فقط یک گروه طالب است که اینا خواجگان خارجی دارن، تبلیغات برده ایستادن و میخواهند افغانستان را ویران کنن و به هم بزنن. عاقبتش چی شد؟ باز شما همون اشتباه را تکرار میکنید. چقدر که طرفداران اشرف غنی از اشرف غنی یک بود میتراشیدن، باز شما آماده ایستادید امام علی رحمان را تعریف میکنید و میگید همه چیز خوب است و همون آدم را کار کردید. اشرف غنی هم باور کرده بود که
بهترین پرزیدنت در جهان است، مثل که امام علی رحمان بعد همین تعریف‌های شما باور میکنید. اما با جای آن باید بگید که خب چه خیلی که ما را نصیحت کردید که ما عبرت بگیریم، تشکر، ما هم عبرت گرفته شدیم. بعد نیست که کمتر امام علی رحمان را هم نصیحت کنید که خب از اشرف غنی عبرت بگیر و این اشتباهی رو تکرار نکن. اینجا شما گفتید که آیا پیمان ملی تاجیکستان هم این مصیبت در افغانستان رو بر فایدهش استفاده میبرد یا نه؟ من گفتم که طرف‌ها تلاش کرده ایستادن که این را استفاده برن و شاید اپوزیسیون هم این تلاش رو کنند، اما من شخصا خودم بر این نظرم اعتقاد ندارم که ما باید اینجا تلاش کنیم که استفاده بریم، بلکه همه ما همچون ملت، همچون دولت، چه حکومتی چه اپوزیسیون، بیایم از این عبرت بگیریم و اگر میخوایم استفاده بریم با فایده ملت استفاده بریم، نه با فایده شخصی خودمون یا با فایده حکومت. بنابراین برادر عزیز، شاید شما اشتباه فهمیدید، غلط فهمیدید حرف ما رو. این نه که من گفته باشم که ما با فایده خودمون استفاده میبریم. من گفتم شاید اپوزیسیون هم تلاش کند مثل که حکومت تلاش میکند. اما سوال اخیر شما این که آیا طالبان از طالبان 20 سال پیش فرق میکنند؟ بله، 100% فرق میکنند. این را شما از گفتگوزار آنها میبینید، از وعده های آنها میبینید. فقط ما باید انتظار شویم، منتظر مانیم که آیا در عمل اینها این وعده خود را تطبیق خواهند کرد یا نه. اما الکی رفتار آنها، گفتگوی آنها، همین که طالب اعلان کرد که دیگر با کارهای کشورهای دیگر منطقه دخالت نمیکند، این خودش خیلی پیشروی است و من فکر میکنم که از بهترین سیاست ها و برد اصلی طالب هم در این سالهای اخیر همین بود که خود را همچون یک نیروی ملی نشان داد و اعلان کرد که به یگان کشور خارجی مربوط نیست و دخالت هم نخواهد کرد. خب مثل که برادر خیام‌الدین باز هستم. تشکر زیاد برادر که سوالاتون من شنیدم و قسما جواب دادم. شما فکر نکنید که ما قطع کردیم، متاسفانه هم خیلی یکی به طور اتوماتیک خودش شد. حالا اگر گفتنی در آخر دارید بفرمایید، بعد من نهبت رو به دیگر کس میدم. برادر خیام‌الدین. تشکر زیاد، سلامت باشید. من شنیدم اون سوالایی که من اینجا اشاره کردم، شما جواب گفتید قسما البته، و من در حقیقتا هم منظور من همین بود که امروز درد بالای ملت افغان است. امروز شما گفته ایستادید که طالبان امروز از طالبان پیشین به کلی فرق میکنند، خود را همچون یک نیروی ملی توانستند که نشان دادند. در اصل این چنین نیست، چون که حالا طالبان نو اعلان کردند که قسمت زیادی افغانستان و به کلی افغانستان زیر نظارت طالبان هست. لیکن در آخر طالبان وقتی که به سر قدرت آمدند، آیا واقعهایی که سالهای 96 تا 2000 تکرار شد تکرار می شود و یا اینکه تکرار نمی شود، این چیز حالا برای جامعه جهانی روشن نیست. آنها اون چیزی که میگویند برای باوری سازمان‌های بین المللی، برای باوری دیگر دولت‌ها در آمدن، چون شما خوب میدونید که اکثر دولت‌های جهان همان وقتی که طالبان سالهای 96 به سر قدرت آمدن، آنها را یک دولت نشناختند، یک حکومت نشناختند، نپذیرفتند. و امروز طالبان از همین چیز ترس دارند و دارند همان خطاگیری که در همان دور کرده بودند با سخن شاید سیاستمداران امروز سازمان‌های بین المللی رو باید که فریب بدهند. و من از شما احترامانه خواهش میکنم که امروز همین حادثه که در افغانستان است باید به ضرر ملت تاجیک استفاده برده نشود، چون که امروز شما میگید که امروز نیروهای افغانستان مثال آوردید که گفتند که برای کی جنگ میکنیم تاجیکستان. من مثال عادی به شما میبرم که وقتی که یک مناقشه مرزی ما با قرقیزستان داشتیم، نیروهای مرزبان تاجیکستان اثبات کردند که برای حمایت دولت ملت و امروز به این حکومت یعنی صداقت دارند. لیکن در همون لحظه خیلی متاسفم که شما جانب قرقیزستان را جانبداری کردید که در آنجا یک فضای شبکه اجتماعی بسیار هم یک سخنهای خیلی دویم هم معذرت لیکن بد را به شما گفتند که شما در همون لحظه جانب قرقیزستان را جانبداری کردید. آنها که قرقیزستان خانه تاجیک را آمده سوزانیده بود، آنها که قرقیزستان میخواست یک تاجیکستان را در جامعه جهانی شرمنده کرده نشان بدهد. آن وقت فکر میکنم وقتی نبود و امروز هم وقتی نیست که برای دست یافتن به منفعت‌های سیاسی از هر گونه راه و وسیله آدم استفاده کند. و در آخر من میخواهم که امروز همین سخنهایی که رحمانوف، اویلا و دیگر که و استفاده کردن از مهاجرین، این شاید که خوب نباشد
چون که در حقیقتا هم امروز شما از آنی که در تاجیکستان اقامت دارند از آن یک نفر دو نفر نمیتوان نظری عامه را گرفت. شما امروز یک به شبکه اجتماعی نظر کنید که نظری اکثر ملت تاجیک امروز از امروز دولت و ملت تاجیک چه است، از حکومت تاجیکستان چه است، باقی برای کامیابی. سلامت باشید برادر عزیز خیامدی. من دیدم که با شما بیشتر از دیگران وقت دادم. چرا؟ برای آنکه واقعا خوشم آمد از صحبت‌های با ادبانه و منطقی شما. اگرچه ببینید اگر طرفدار امام علی رحمان همین خیل باشد، امام علی رحمان از همین خیل طرفدار آبرو میگیرد. واقعا من این رو جدی میگم. اگر همین برادر طرفداری منم باشد، من از این آبرو میگیرم. اما حیف که بعضا طرفداران ما یا طرفداران امام علی رحمان به تحقیر و به دشنام میگذارند و آبروی هر دو طرف رو هم از بین میبرند. من خوشم میاد با این خیلی آدم ها صحبت کردن. اما ببینید برادر عزیز، من هنوز هم بر این باور هستم که باید هیچ کس تلاش نکند که از وضعیت افغانستان سوء استفاده کند، بلکه ما از این باید عبرت بگیریم، هم ما و هم حکومت. من در این باره گفتم و دیگر زیاد تکرار نمیکنم. و ببینید برادر عزیز، فرق رو بین رفتار سرباز تاجیک در قضیه قرقیز و رفتار سرباز تاجیک ضد من یا ضد یک هموطنش، اینجا فرق رو باید شما ببینید، درک کنید و بگذارید. اگر نه تنها قرقیز، ازبک، افغان، ایرانی، ترک، روس، هر کسی دیگر پایش رو به زمین تاجیک ماند، اپوزیسیا، حکومت، تمام کسانی که از حکومت ناراضیان، حتی شاید دشمن حکومت هم باشن، اینا متحد میشوند و باید متحد هم شویم و علیه اون متجاوز یا تجاوزگر خارجی باید بیستن. در قضیه قرقیز نه تنها ارتش، مردم اسفاره، مردم واروخ، مسجا، کولاب، دوشنبه، حتی بدخشان از همون مسافه دور آمدن و نشان دادن. مهاجرین از خارج مبلغ فرستادن. ایزد امان گفت که من میروم در مرز میستم و همه آمادگیش رو نشان دادن. کسی که میتوانست، مردم مهاجری که در اروپا طبیعی که اینا رفتن نمیتونستن، اما با برآمد و با فعالیتشون، رسانه‌هایی که به ما نزدیکن، با پیمان ملی تاجیکستان، همه در پهلوی مردم ایستادن. اما شما یک سوء تفاهمی را که، یک تبلیغات بدی را که از بعضی از صحبت‌های من در قضیه مرز قرقیز تاجیک بریده شد و اون را هم قرقیزا بریدن به فایده خود و هم حکومت تاجیکستان با اون فابریکه جوابش بریدن، علیه ما استفاده بردن. من چی گفتم در اونجا؟ من گفتم که قرقیزا در اینجا گناهگارن، هجوم کردن، مردم واروخ، مردم اسفاره قهرمانند، باید که از وطن دفاع کنند. اما سببگار اصلی جنگ سیاستمداران هر دو کشور هستند. هم امام علی رحمان با حکومتش که مرز قرقیزستان رو برای قاچاق مواد و پول و پولشویی استفاده می‌برد و هم حکومتداران قرقیز که این را با شعارهای پاپولیستی کار را با همین حد رساندن و هر دو طرف آماده نبودند و آماده نیستند که از راه دیپلماتی مسئله را حل کنند. این نظری من است. صحبت ما را پورا گوش کنید. جمله دیگری که من گفتم، تحقیر نکنید یک دیگر را. نه قرقیزا حق دارند ملت تاجیک را با نام‌های گوناگون در شبکه‌ها تحقیر کنند و نه ما تاجیکان حق داریم ملت قرقیز را تحقیر کنیم. ملت قرقیز مثل ملت تاجیک یک ملت جسور غیور هست، میماند و این را در طول تاریخش اثبات کرده است. مگر یگان حرف دروغ گفتم، بعد گفتم؟ شما مطمئن باشید برادر خیامدین، بسیاری از دوستان قرقیزی ما همین حرف رو نسبت تاجیکان گفتن ملت تاجیک یک ملت با فرهنگ، قدیمی، تاریخدار و غیور و جسور هست. با ملت تاجیک بازی نکنید، همسایگی خوب داشته باشید. مثل که مرا بعض او را پاتریوت‌های دروغین خائن برآوردن، همون قرقیزهای سالم عقل را هم در قرقیزستان همون شاوینیست‌ها و ملتگراها و اورگوها باز اونا را هم خائن برآوردن. این طبیعی هست. هر کی عقل سالم دارد و دعوت به صلح و صلاح و به راه حل میکند، او را در همه جا متهم میکنند و او را در همه جا خائن میگویند. اما برادر عزیز، این را فرق بگذارید از آن. همین سرباز تاجیک که علیه یک تجاوزگر خارجی سلاح میبردارد، یقین بدانید که علیه من، علیه کسی دیگر عراق نخواهد برداشت. برای چی؟ برای که من هموطنش هستم، مثل همون سرباز و مثل شما حق دارم در وطن باشم، زندگی کنم، کاری فعالیت کنم
منم برای اون تاجیکستان دلم میسوزد وقتی اون سرباز نگاه میکند که کی حقیقت رو میگه و کی بین بد و بدتر ممکن انتخاب کند. حالا بین بد و نیک نه، ممکن فکر کند که کبیری هم بد است اما خانواده امام علی رحمان با حکومتش اینا دزدیده ایستادن 30 سال غارت کردن، اینا شاید بدتر باشن. مسئله این است برادر عزیز، شما اینجا بین مسئله قرقیزستان و مسئله آنکه سرباز تاجیک در مناسبت با ما یا با هر گروه ملی دیگر چگونه رفتار میکند اینجا فرق بگذارید. و مسئله آنکه ما امام علی رحمان یا خانواده‌اش رو تنقید میکنیم مگر دروغ است این چیز؟ خب ما چی گفتیم؟ ما میگیم که امام علی رحمان با خانواده‌اش حکومت رو غصب کرده است. تمام منصب‌های کلیدی، بانک‌ها، همه نهادها، اقتصادیات، تجارت در اختیار خانواده است. مگر شما نمیبینید؟ حالا مگر من یگان حرف دروغ گفتم؟ من میخواهم که همون قدرت و همون امکانیت ها در بین همه ملت، همه محل ها، همه منطقات تقسیم شود. خب چرا یک خانواده باید همه این را بگیرد؟ مگر همین حرف من به فایده شما نیست؟ مگر همین حرف من به فایده مردم ملت نیست؟ مگر دروغ است؟ و چرا این رو باید نگیم؟ اگر من همین را گفتم پس دشمنی ملتم، پس من جنگ میخوام، پس من مثل طالب یا قرقیز دیگر هستم. برادر عزیز، همه حرفاتون حرفای خوب، بسیار پسری با آداب، اما یک مقدار بیاید خودتون رو هم فکر کنید. حالا میرید بعد نزد خودتون یک پیاله چای بگیرید و بگید خب من چرا همین رو قبول کنم که کشور مرا، حکومت مرا، وطن مرا باید یک آدم 30 سال با خانوادهش، با نبیره‌هایش جیانش بزند، جاغ وزیر را بشکند، هیچ کس جرأت نکند این را بگوید، وزیر گم نابود نمیبیند هیچ کس و میگن که کبیری دروغ میگد، رادیو آزادی دروغ میگد. خب تا بکی؟ شما باید به این سوال جواب بگید که تا بکی. حالا از نگاه شما میگید که همه چیز خوب است، همه چیز پیشرفت کرده ایستاده است. من از لحاظ استاتستیک بها میگم تاجیکستان در بین از همه کشورهای عقب مانده، از همه کشورهای کورپسیونی، از همه کشورهای دیکتاتوری، این استاتستیک جهانی است دیگر. این نه حرف من است و نه حرف امام علی رحمان. خب من با کی باور کنم؟ به حرف شما یا به استاتستیک و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی؟ تشکر برادر عزیز. چون ما یک کمتر قطع شد، همگی 10 دقیقه دیگر وقت داریم و با اجازت شما صحبت رو با برادر محمود میدیم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم سلام. جناب کبیری شما خوبه؟ همین تشکر. شما مورد بحث قرار دادید، بسیار موضوع مهمه برای تمام تاجیک. این موضوعتون آیا حادثه‌های افغانستان برای تاجیکستان عبرت می شود؟ برای تاجیکستان الکی عبرت شدگی است همون حادثه‌های سال 92، همون حادثه‌هایی که حزب نهضت اسلام چندین بار خونخواری کرد. و سوال من برای شما همین است که آیا همون نهضت اسلامی سالهای 1900 تا 97 از طالبان چی فرق دارد؟ در دوام سوالم یک نقطه دیگر را ذکر میکنم که اینجا اثبات گفته‌های من این است که یک نوار است در همونجا رهبر حزب نهضت اسلام مرحوم سید عبدالله نوری برآمد میکنه، میگه که ما هزار نفر آنها را حیوانوار کشتیم و در دل آنها وهم و ترس را جای کردیم. همین آیا از طالبان چه فرق میکند همین حزب نهضت اسلام همان وقته از حاضره؟ سلامت باشید برادر عزیز. البته یک کمتر دقیق گفته، ولی به هر صورت آهسته آهسته احساس کرده ایستادم که همین صحبت‌های ما حتی با طرفداران امام علی رحمان هم تاثیر رسانده ایستاده است و خیلی لحن گفتار بهتر شده ایستاده است. برادر عزیز، من از همین سوال آخر شما شروع کنم. اگر شما همون نوار را دارید، همین طوری که گفتید که استاد نوری خداوند جاش جنت کند و من باور دارم که این دروغ است، تهمت است، اگر همون نوار را دارید به من بفرستید، ما ببینیم که آیا واقعیت دارد ندارد. اگر واقعا هم استاد نوری همین را گفته باشد که ما هزارها نفر آنها را کشتیم و حالا همه حرفایی که زدید اگر به همین لفظ گفته باشد، من میگم که خب استاد نوری هم یک انسان است، اشتباه کرده است یا خطا کرده است و حالا میخوام از شما و از همون نفرایی که گویا استاد نوری کشته باشد از فرزندان آنها عذرخواهی میکنم. یگان جای بدی ندارد و
ما اینقدر کرامت و شرافت و جوانمردی داریم که این کارو بکنیم. فقط از شما خواهش که همین رو با ما بفرستید. البته نه اون نوار منتج شده که از کدام یک منم فرستاده بودن، یک منتج شده همون کونه رو منتج کرده بودن مردم کلاب رو تا بخیزانن و بشور بیارن و شما خودتون میدونید که اون رو کی منتج کرده بود و کی بعد سلاح داد و مردم کلاب و با دیگر مردم منطقه تاجیکستان با سلاح تامین کرد. این رو خودتون میدونید. اون نوار رو اگر اون نوار دیگر داشته باشد. اما نهضت اسلامی تاجیکستان از طالبان چه فرق دارد؟ برادر عزیز، اگر شما فرق بین نهضت و طالب را ندیده باشید پس هیچ وقت نمیبینید. نهضت اسلامی تاجیکستان آمد صلح کرد، امضا کرد، طالب نکرد. نهضت اسلامی تاجیکستان سلاح را سپارید، طالب نسپارید و گفت نمیسپارم. نهضت اسلامی تاجیکستان انتخابات و دموکراسی و مصالحه و دولت دموکراتی و دنیایی را قبول کرد. طالب میگوید که قبول ندارم و نخواهم کرد. حالا این فرق بین نهضت اسلامی تاجیکستان و طالب. حالا کدام درست میگوید، کدام درست رفتار کرد، کی اشتباه کرد و کی نه، این مسئله دیگر است. شاید تحلیلگران بگوید که همون کار طالب درست است، کار نهضت اشتباه بود. این را بعد وقت نشان میدهد. اما این فرق اساسی بین نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر گروه ها از طالب است. اما اگر شما نبینید برادر عزیز پس این مشکلی در شما است. یک کمتر مطالعاتون رو بیشتر کنید، انشالله این فرقیت ها رو خواهید دید. اصلا نه تنها ما، مردم تاجیک در مجموع، مردم مسلمان تاجیک در فهمش، در دینداریش از همه اون گروه ها و مردم و مسلمان های جاهای دیگر فرق میکنن برادر. این را باید شما بدانید و به قدر این برسید که انشاءالله خواهید رسید. خب یک نفر دیگر رو برادران نوبت میدیم و برادر یک کس بسیار گفته است قبول کنید. خب اینا قبول کردیم، بفرمایید. خیلی کوتاه برادر. تشکر زیاد استاد. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. خب یک کمی صحبت میکنیم، در رفت صحبت کوتاه میگیرم، حرکت میکنم که کوتاه صحبت بکنم. خب در رفت صحبت یک سوال دارم. خب از خداوند فقط طلب میکنیم که امروزه طالبانی که افغانستان را به دست گرفتن اونا از طالبان پیشین فرق داشته باشند و با افغانستان همسایه کشور ما یک بگیم که عدالت را پیاده بکنن در این دولت و مثل پیشینه خوب تجاوز و دیگر نباشد. انشاءالله که این کار را انجام بتین اونا. و یکی از نزدیکترین شخصیت های احمدشاه مسعود و میتوان گفت که یک شاگرد با وفادار احمدشاه مسعود من نوارش تماشا کردم یک 6-7 ماه پیش. یک شعر خواند اون نفر، بسیار یک شخصیتی با شرف است اون نفر. من فکر میکنم از سخناش فهمیدم. یک شعر خواند گفت که جنگ تو صلح تو جنگ است، من به قربانت این چین رنگ است. واقعا امروز اگر نظر بکنیم به رفتار و گفتار رحمانوف و کردارهای رحمانوف و سیاست رحمانوف و به طرفدارای رحمانوف حیران میشه که به خدا قسم اینا دارن چی رنگ میکنن که اگر ایخیل بگیریم اگر چی کنیم مردم علاقه چهره اصلی رحمانوف شناخته است که رحمانوف کی است. و من شخصا یک انسان بیسواد هستم که تا صنف 7 مکتب خواندگی هستم. واقعا من میدانم که رحمانوف یک انسان اگر سخت هم باشد خیانتکار است، غارتگر است، مردم کش است و امروز روشنفکرای این ملت را دارد زندانی میکند، به قتل میرساند و بعضی ها بیرون از وطن هستند، بی‌وطن هستند. بعضی از ملت ما واقعا اینا میبرند باز هم به سالهای 92 برمیگردند. و سوال چنین است، خوب فکر میکنم که یک کمی از موضوع بیرون از سوال من استاد، و سوال چنین است استاد، امروز در تاجیکستان وقتی که شما در تاجیکستان بودید و از همون مقامداران تاجیکستان از پرزیدنت سرکردگی تا وزیر و هر وکیلی که هست، هر منصبداری هست، شما دوستان زیاد داشتید یا نه؟ و از همین مقامداران شما چند دشمن داشتین؟ دشمن شخصی و دشمن سیاسی. من خواهش میکنم که دوستان خود را نامشان نگیرن هم میشود، اما از دشمنای شخصی خود و دشمنای سیاسی خود حداقل نام یک نفر برای مردم بگوین. تشکر زیاد استاد. سلامت باشه برادر عزیز. البته خودتون گفتید که سوالتون با این موضوع کمتر ربط داشت و ولی چون در بعضی از دوستان دیگر هم که سوالاشون
حالا بگم از طرفداران امام علی رحمان به موضوع ربط نداشت، اجازه دادیم که حرفش رو بگوید. شاید برای بالانس، برای توازن به شما هم اجازه داده شد. منم از شما هم خواهش میکنم بیا در انتقاد خوب است، اما از استفاده کلمه‌ای که حالا عادت شده است حتی درباره امام علی رحمان و حکومت هم از کلمه‌های خیلی هم دقیق دیگر استفاده نکنیم. حالا کلمه‌های حقوقی هست، کلمه‌ای که در مثلا دزدی، کراپشنری، اینا کلمه‌های یا ترمین‌های حقوقی هست که میتونه استفاده شود، اما از کلمه‌های لعنت و کلمه‌های حالا دیگر خواهش میکنم استفاده نشد. اما در مسئله دوستان و دشمنان من فکر نکنم که در حکومت تاجیکستان من دشمن شخصی داشتم و دارم. یعنی شخصا کسی مرا همچون محیدین کبیری همچون شخص دشمن بداند، چون 10 ساله که در پارلمان کار کردم و پیش از اونم همکاری زیاد داشتیم همچون معاون رئیس حزب. ما دیگه از روی مسئولیت و وظیفه با حکومت، با حکومتداران در سطح مرکز، در ولایت ها، با تمام منصبداران در رفت آمد بودیم، کار میکردیم. و حالا میتونم بگم فقط در همین 10 سال وکیلی حالا وزیرا می اومدن وکیل میشدن، وکیلا می رفتن وزیر میشدن، رئیس ولایت میشدن، پروکورورها و اینها. و خیلی مناسبتمون خوب بود. مثلا من یاد ندارم که یگان روز با اتاق کاری من در پارلمان یگان وکیل از حزب خلق دموکراتی یا کمونیست نمی اومد یا من نمی رفتم با کابینت اون کس. خیلی دوستانی خوب داشتم. برای مثال شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست که از لحاظ فکری با من مخالف بود، اما ما خیلی دوست بودیم. رهبر دو حزب ما واقعا دوستی صمیمی داشتیم، اگرچه فرق ما 20 سال زیادتر بود. شاید من خیلی خورد بودم از او. سهراب شریف خدا رحمتش کند در سال اول خیلی از سرسپرده امام علی رحمان بود، بعد فهمید آهسته وضعیت رو، خیلی افسوس میخورد که تاجیکستان دارد به سمت دیگر میرد، اما اعضای حزب خلق دموکراتی بود و ما رابطه خوب داشتیم با وزیرها با اینا. بنابراین من یگان دشمن نداشتم، ولی شاید که از لحاظ فکری و سیاسی من دشمن دارم، برای آنکه برخی میترسن که اگر من بیام سر قدرت یا حزب من یا گروه من یا اپوزیسیون بیاد، اونها از وظیفه محروم میشوند و از این جا و دستگاه میمونن. از این خاطر میشود گفت که اینها دشمنی سیاسی دارند با ما و دوستی سیاسی با رحمانوف. اما از لحاظ شخصیتی ما خیلی یکدیگر رو احترام میکردیم و هیچ وقت نشده است که ما خدای نکرده اون گپی دغل داشته باشیم و بنابر همین من فکر نمیکنم که اون دشمنی شخصی در اونجا داشته باشم. حتی امام علی رحمان هم به نظر من شخصا به من دشمن نیست، بله فکرای ما را دشمن است، چون بالاخره اگر که فکرای ما عملی شود او مقام قدرت را از دست میدهد و دیگر پرزیدنت نخواهد بود، یک شهروند عادی خواهد بود و این او از همین چی میترسد و همین رو برای خود دشمن میداند و فکر میکند که هر کسی او رو از قدرت میگیرد او دشمنش است، در صورتی که مثلا در یک کشور آزاد و دموکراتی یک رقیب سیاسی میتواند یک سیاستمدار از قدرت بگیرد و او شرط نیست که دشمنش باشد. متاسفانه این تفکر غلط باعث دشمنی در تاجیکستان گشته است، وگرنه ما برادر عزیز یگان دشمنی نداریم. خب دوستان عزیز، دیگر یک نفر دیگر رو هم 2 دقیقه اگر کوتاه این برادر با نام مجاهد اگر که صحبتش رو کند بعد خداحافظی میکنیم. سلام علیکم. و علیکم سلام. وای کبری چه کارو ناس. سلامت باشه برادر، تشکر، بفرمایید. میگن که طالبان همیشه در نقشه دارن که تمام دولتایی که اوسیه مرکزی هستن اوسیه میانن اونها را ضبط کردن، اما اتحاد شوروی از نو برقرار میکنن. آیا در این حالت شما چیکار میکنید تا نهضتی ها؟ یکم سوالم. دوم سوالم اینه که شما در طالبان رو فارغ از کروپسیون گفتید که طالبان کروپسیونر نیستن، طالبان فساد زده نیستن. با چه دلیل، با چه اساس شما آنها رو کروپسیونر نمیگویید؟ کروپسیونر نیستن میگید؟ یا با مثل سالهای قبلی با فالبینی سر کرده؟ چی رو سر کردیم؟ فالبینی را. پیشگویی فالبینی هستید که شما همتون نهضتی ها.
بعدا طالبان اگر یک سوال دیگه بخشش در همون یک دوست خودتون بود که سخنگوی نهضت است، سخنگوی چی صحبت کرده، گفتید باید ما از طالبان درس آموزیم. بعضی ویاشون او چی خوبی دارن که شما اونو چیز میآموزید، میگیرن دختر 12 ساله رو به نکاح میدارن، همون چی میآموزید؟ یا که کشتارهایی که مثال وحشیانیت‌های کرده ایستادن، یا از اونها میآموزید؟ از چی میآموزید از طالبان شما بغیر از این کشتار و این رو کی از طالبان بیاموزیم؟ این رو کی گفت که باید از طالبان؟ شما در تمام صحبت خود با یک نفر هم فکری خودتان بود و فکرم نامش چیزی بود که باید ما از طالبان بیاموزیم. خب بله، سلامت باشه برادر عزیز. بله، این برادر محمود جان شاید منظورتون باشد، گفت که ما از قضیه طالبان باید چرا بیاموزیم، یعنی از قضیه افغانستان، از همین که طالبان سر قدرت آمدن چی عبرت میتوان گرفت، چی رو میتوان آموخت. بله، طالبان هم خیلی چیزهایی دارن که از اون باید هر یک نیروی مبارز باید بیاموزد. حالا فرق ندارد طالب چی است، همین که طالب 20 سال خسته نشده با پای لوچ و با همون میبخشه تپچکاها و با همون احوال جنگی در کوه و کمر واقعا اثبات کرد که یک نیروی که در مردمش ریشه دارد، حالا فکرش غلط است درست است فرق ندارد، اما مردمی است، ریشه در مردمش دارد، میتواند که در نهایت کار به پیروزی برسد. و مگر برای یک نیروی مبارز، حالا مثلا یک نیروی مثلا ما تاجیکان اگر برای وطنمون، برای ملتمون مبارزه بریم، برای آزادیمون مبارزه بریم، ما هدف نیک داشته باشیم ولی در یک حالت دشوار غلطیدیم، والا خدای نکند که هیچ وقت این خیر نشود و یک کشوری بیرون آمد وطن ما را غصب کرد گرفت و ما باید مبارزه بریم. مثل که طالب مبارزه بود 20 سال ما باید خسته نشده در کوه و کمر در همه جا باید مبارزه را ادامه داد و به نتیجه رسید. این رو باید آموخت، نه تنها از طالب، این رو باید امریکای لاتینی دارد، در افریقا نیلسون ماندلا این مبارزه را 26 سال برد پیروز شد و خود ما تاجیکان مبارزه بردیم، مگر در تاریخ ما تاجیکان این گونه حالت نبود. پیامبر اکرم صلی الله علیه گفتند که اطلب العلم ولو بالسین، علم را بیاموز اگرچه در خطای باشد. یا یک حدیث دیگر دارد که میگوید که الحکمت ضالت المؤمن، حکمت یعنی یک چیزی خوب گم کرده یک مؤمن است، مسلمان هست. یک کار نیک در کسی هم که نباشد، اگر تو در دشمن هم باشد، اگر او کار نیک است او را انسان باید بیاموزد، اون تجربه را بگیرد. از طالب دیگر هیچ چیز را نه، اونه که گفته شما مناسبتش نسبت دخترها، نسبت زنها، نسبت دیگران، این را نباید نآموخت بلکه را باید ترک کرد. و یک مقال تاجیکی هم هست میگن که ادب رو از کی آموختی؟ میگن از بی ادب، یعنی کاری که یک بی ادب کرد من اون رو نکردم، اینم آموختن است، اینم تجربه است. یعنی طالب هر کاری منفی کرد اون رو باید ما ترک کنیم و هر کاری مثبت دارد ما باید رو انجام بدیم، نه تنها طالب دیگران هم. اما محمود جان نظرش این بود که از همین تجربه جنگ افغانستان و وضعیت افغانستان چی باید ما بیاموزیم. اما برادر عزیز، شما اینجا گفتید که طالبان میخوان آسیای مرکزی را بگیرن، چی دلیل دارید؟ طالب میگه که من به تاجیکستان هجوم نمیکنم. طالب در دوشنبه دفتر داشته است، آفیس داشته است. اگر که طالب آسیای مرکزی را میگرفت اول از تاجیکستان شروع میکرد. امام علی رحمان به طالب در اجازت نمیداد که در دوشنبه هنوز قبل از آن که افغانستان را بگیرن آفیس باز کنند. نماینده طالب در رسما در نشست مطبوعاتی گفت، مقامات رسمی این را تصدیق کردند که بعضی گفت و شنودهاشون با کمک تاجیکا در دوشنبه شده است. بیمارها یا مجروحان طالب در دوشنبه توابت می شده است و این هم در رسانه هست. خب اگر که طالب این نیت رو می داشت مگر امام علی رحمان با او اجازت می داد؟ تمام کشورهای آسیای مرکزی گفته ایستادن که طالب چنین برنامه ندارد. طالب خودش میگه ما این برنامه را نداریم. اگر آمد و طالب فردا این وعده خود رو فراموش کرد، دست به یگان اقدام دیگر زد، من و شما حق داریم بگیم که شما با وعدتون وفا نکردید و اون وعده که دادید نشد. حالا ما چی دلیل داریم؟ حالا ما را مثل اون پیشینه بالاخره شما نتونستید خودداری کنید، باز گفتید فالبین اینا. ما فالبینی نه، در اساس فکت و رقم و بیانی ها گفته ایستادیم.
برادر عزیز، فالبین شما هستید که حالا یگان دلیل ندارید، گویا شما دل طالب را خواندید و دل طالب را آگاه هستید، از عالم غیب با خبر هستید که اونها برنامه گرفتن آسیای مرکزی را دارند، ولی هیچ کس نمیداند بغیر از شما. اتفاقا فالبینی در طرف شما است برادر عزیز و نه در طرف ما. اما درباره آنکه طالب از کروپسیا دور هست چی دلیل دارید؟ شما چی دلیل دارید که طالب را کروپسیونر یا فساد زده میگید؟ من وقتی میگم که حکومت امام علی رحمان فساد زده است، کروپسیونر است، دلیل میارم، حالا اینجا تکرار نمیکنم، خودت هم از من بهتر میدونی. اما طالب چی دلیل داریم که طالب را کروپسیونر بگیم؟ طالب مگر حکومت داشت؟ مگر پول بودجه را دزدید؟ مگر برای خودش حالا قصر ساخت و یگان کار کرد، راه مردم را پولکی کرد؟ طالب نه دو روز شد حکومت را گرفته است. اگر طالب هم در قدرت دیده من و شما که مثل اشرف غنی، مثل دیگر والی های افغانستان، مثل حکومت امام علی رحمان دست به فساد زد، مطمئن باشید همه دنیا در این باره خواهد گفت که طالب کروپسیونر است. الان همه دنیا میگه که طالب در وقتش نسبت زنها حقوق را پامال کرد، بعضی جزاهای خیلی سنگین جاری کرد، حقوق مردم را محدود کرد. این را همه میگن و راست هم میگن، اما یگان کس نگفته است که طالب کروپسیونر بود. یگانه کسی که حالا شنیده ما این شما بودید که طالب را کروپسیونر گفتید، فساد زده گفتید. من خواهش میکنم یگان دلیل بیارید، یا منتظر شوید که طالب بعد یگان سال اشتباه کند، دست به فساد بزند، بعد بیاد بگید که طالب هم کروپسیونر بوده است و من حرف شما را تصدیق میکنم، میگم بله طالب کروپسیونر. امروز اگر با من بگه که طالب فلان عیب ها را کرد، فلان کمبودی ها را کرد، من با شما راضی هستم. اما وقتی میگه که طالب کروپسیونر بدون یگان دلیل، من فکر میکنم که این برای نه برای من نه برای اون کسی دیگر زیبنده نیست. خب دوستان عزیز، دیگر با همین وقتی اون رسیده است که خداحافظی کنیم. یک برادر با عکسش است، برای احترامی که با عکس و صورتش است برادر مناسب شو، فقط خیلی کوتاه چون جنبت کردن میخوایم. سلام علیکم محیدین کبیر، سلام خدا به همه بینندگان شما میرسانم. برادر محیدین کبیر، شما گفتید که رحمانوف یک فکر عمومی بیاید و با اپوزیسیا گفتگو کنه. آیا شما با رحمانوف باور دارید؟ دوم سوال برادر محیدین کبیر که همین است که شما را در تاجیکستان چقدر که سیاه میکنن اکستریمیسم، تروریسم و حزب نهضت اسلامی را به مثل یک حزب و حرکت اکستریمیستی تروریسمی نام میبرند. ما به این باور نکرده، ما طرفدار شما هستیم. ما جوانان، شما آیا در آینده کارهای دیپلماتی دارین یا نه برادر؟ سلامت باشه برادر عزیز. بله، وقتی من میگم که امام علی رحمان و همه مردم سیاستمداران باید یک تفکر ملی داشته باشن، من نگفتم که امام علی رحمان بیاد با اپوزیسیا گفتگو کند. من میگم که امام علی رحمان یک مکالمه و گفتگوی ملی را راه اندازی کند و اگر که امام علی رحمان همچون پرزیدنت این کار را نکند، باید خود ملت، نخبگان ملت این کار را کنند. اگر که دیگران راضی نشدن، ما خودمون باید در اپوزیسیا بوده ها، باید در کسانی که مبارز هستیم یک گفتگوی ملی را با همه شروع کنیم. ملت نیاز به گفتگو دارد، ملت نیاز با رفت آمد و با یکدیگر فهمی دارد. اشتباه بزرگ افغان ها در همین بود که در را برای یکدیگر بستن، یکدیگر را خائن و دشمن و تروریست و غرب زده و دموکرات اینها اعلان کردن و کار به همین درجه رسید. هدف ما این آغاز یک گفتگوی ملی هست. چرا امام علی رحمان در اینجا نباشد؟ مگر او از آسمان فرو آمده است یا جز این ملت نیست؟ برعکس، من در دوشنبه هم گفته بودم، حالا هم میگم که نیروی اصلی در هر کشور حکومت است و باید حکومت خودش این اقدام را کند. حکومت اگر بخواهد که مردم میبخشد دغلگو و بددهن باشد، این کار کرده میتواند و کرده توانست. وقتی که حکومت آمد نوارهای شهوانی را در تلویزیون مان، رسانه ها را پر کرد، تمام شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون ها، مردم با پهن کردن این صورت ها عکس و نوارها شروع کردن. امروز فضای اینترنتی تاجیکی پر از فحش و یکدیگر را تنقید کردن و دخالت کردن است. برای چی؟ برای اینکه حکومت این فرهنگ را جاری کرد. حکومت اگر فرهنگ گفتگو را جاری کند، ملت به سمت گفتگو می رود. حکومت اگر فرهنگ
خشونت را جاری کند که کرده ایستاده است، ملت به سمت خشونت میرود. مقصد من برادر از این حرف این است، این نیست که من به امام علی رحمان باور داشته باشم، من به او باور ندارم، اما او همچون یک طرف ملت، همچون یک طرف گفتگو میتواند وارد گفتگو شود، گفتگو کنیم و شاید او هم به ما باور نداشته باشد. بگذار باور نکنیم او به یک دیگر، مگر طالب با دیگران باور دارد یا دیگران با طالب 100% باور دارند؟ اما گفتگو برای همین است که باید دیگر باور هم که نداشته باشی، قاعده های مشترک همزیستی رو در یک جامعه با هم مشورت میکنیم. این مسئله آن که ما رو اکستریمیسم میگن، تروریسم میگن، برادر عزیز نگران نباشید. طالب رو تا همین روز اکستریمیسم میگن، تروریسم میگن. با طالب نشسته گفتگو کرده ایستادن. سفیر روسیه همین روز در کابل با نماینده های طالب گفتگو کرد. طالب در روسیه همچون سازمان تروریستی است. خب این رو چگونه شرح میدید؟ امام علی رحمان ما رو هم تروریست میگفت در سالهای 93 و 94 با ما گفتگو کرد که خب ما هم امام علی رحمان رو دزد و کراپسیونر و دیکتاتور و تروریست میگیم. 100% امام علی رحمان دست به عملیات تروریستی زده است. تروریسم به معنای واقعی است. شاید من در یک از صحبت‌های بعدی در این باره هم صحبت کنم مفصل‌تر. اما وقتی که یک ملت یک روند گفتگو آغاز می شود، دیگر از این لقب‌ها و از این قالب‌ها باید که بیرون برآمد و مهم منفیت ملت باشد. اگر منفیت ملت تقاضا میکند، پروردگار با شیطان وارد گفتگو شد. آیات‌های قرآن را بخوانید، بخصوص در سوره بقره چندین صحیفه در اول سوره بقره این مکالمه گفتگوی پروردگار با شیطان است که شیطان دشمن پروردگار است. خب وقتی که پروردگار با شیطان وارد گفتگو می شود، با او مکالمه میکند، گپ میزند، خب بشر کی هست؟ ما کی هستیم که با رقیب خود، با یک نفر دیگر اگرچه باوری نداشته باشیم گفتگو نکنیم؟ اگر پروردگار با شیطان باوری داشت، در آشکار میگه که تو ملعون هستی و مردود هستی. بنابراین برادر عزیز، از این لقب ها و آن که ما رو اکستریمیست میگن، تروریست میگن، نگران نباش. مهم که مردم، ملت درباره ما چی فکر دارد و ما خودمون درباره خودمون چی فکر و اندیشه داریم. خب برادران عزیز، همدیران محترم، خیلی صحبت کردیم. تشکر. تا صحبت های بعدی انشاءالله بعد یک هفته باز در خدمت یکایک شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.